بسم الله الرحمن الرحیم. ای کشته اشک ها به نام تو سلام، بر شور محرم الحرام تو سلام. 72 گل به کوی تو پرپر شد، بر خاک همیشه لاله فام تو سلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام به همه شما عاشقا و دلداده ها و عزادارای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. الهی که حالتون خوب باشه. همه سوگواری ها، عرض ارادت ها، عرض محبت ها به ساعت مطهر و منورشون انشاءالله به شایستگی مورد قبول ایشان، مورد قبول صاحب عزا حضرت حجت ارواحان له الفدا قرار گرفته باشه. خیلی ممنونم که امشب هم چشمای زلال و مهربونتون رو هدیه میدید به قاب یاد خدایی که از امامزاده واجب التعظیم با صفا نورانی امامزاده شاه سید علی در شهر مقدس قم تقدیم میشه. امیدوارم فرصت همراهی تا پایان رو داشته باشید. آخرین شبی هستش که محضر استاد سعیدی آریا هستیم. با افتخار خواهش میکنم. صلی الله علیک رحمت الله الواسعه و سلام مجدد و عرض ادب محضر همه شما هم نفسهای یاد خدا. همونطوری که عرض شد امشب آخرین شبی هستش که ما محضر استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا هستیم و در این مکان مقدس و نورانی و به شدت معنوی در حرم مطهر یک امامزاده صاحب کرامت واجب التعظیم و لازم التکریم، یعنی امامزاده شاه سید علی که با 3 واسطه فرزند حضرت ابوالفضل العباس هستند. به تعبیر حضرت آیت الله مرعشی نجفی رضوان الله تعالی علیه ابوالفضل قمی ها هستند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اگر تا همین الان تشریف نیاوردین به این امامزاده با صفا، حتما در اولین فرصت قم مشرف شدین. بعد از زیارت خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها اینجا هم حتما سری بزنید و چیزهای خوبی گیرتون خواهد اومد انشاءالله. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که قلبمون، روحمون، تمام اعضا و جوارح و حواسمون متوجه اهل بیت علیهم السلام باشه. الهی آمین. الهی آمین. انشاءالله. خب ما خیلی فکر کردیم که این آخرین برنامه‌ای که میخوایم به شما زحمت بدیم راجع به چه مقوله‌ای صحبت بکنیم که هم یه جورایی شاید تکمیل کننده مباحث گذشتمون باشه، هم کاربردی و به درد امروز جامعهمون بخوره و هم کاملا برگرفته از تعالیم و آموزه‌های عاشورا و قیام امام حسین جان باشه. رسیدیم به 2 مفهوم به شدت متعالی و تأثیرگذار در زندگی فردی و اجتماعیمون: مفهوم حریت و مفهوم عفت. ما چطور میتونیم توی زندگی هامون در واقع با حریت، با آزادگی زندگی بکنیم و در عین حال عفت رو پیشه بکنیم، برگرفته از تعالیمی که از امام حسین و حضرت زینب و شهدای کربلا میگیریم. اگر صلاح میدونید راجع به این موضوعات حتما تبیین بفرمایید. هیهات من الذله، ذلت از ما دوره. یه وقت با دقت که نگاه بکنیم، یکی از اساتیدمون میفرمودن اولین حافظ قرآن خود شیطونه. از پس نشسته خونده دیگه حفظ شده قرآن که بدون برعکس هدایت چجوری باید آدم رو پرورش بده، ذهن انسان رو به نفع خودش. با خطبه هست، با نزغ هست، این عبارت‌های قرآنی که میاد سراغ آدم خود آدم رو ذلیل کنه. منتها این ذلت ابزار داره. یعیدکم الفقر. حالا به عبارت امروزی بخواید ترجمه، تحریمی که مثلا یک قدرتی در امروز مثلا تو مثل آمریکا، مثل جاهای مختلف میگه تحریمت میکنم. یعیدکم الفقر دقیقاً ترجمهش همینه که توی قرآن میبینی. و قرآن واقعا هم دانشگاه علوم سیاسیه ها. یعنی اگه کسی بخواد واقعا سیاستش خوب باشه، درکی داشته باشه، ضمانت الهی پشت روش سیاسیش باشه، باید به قرآن مراجعه بکنه. یعیدکم الفقر، وعده فقر بهتون میده. اگه با من نباشی فقیر میشی.
وعده فرق به این معنیه، یعنی خودش رو رزاق معرفی میکنه، خودش رو همه چیز معرفی میکنه. خب لا یخلف المیعاد که خود خداست، فقط تو که خلف وعده میکنی و ما دیدیم این مسئله. این فهم این مسئله که وعده های شیطنت آمیز شیطان چیزی از حریت من کم نکنه. من حریتم رو از کجا میارم؟ از توکل نسبت به خدا. حریتم اینه که نگهدار من و پشتیبان من خداست، این آزادگیش اینه. گاهی اندیشه من رو تحت تأثیر قرار میده. دیگه آزادی اندیشه شنیدید، خیلی چیز سختیه ها، آزادی اندیشه. به طرف شما بگی که قضاوتت راجع به فلان مطلب چیه، منتها قبلش بگی که شروع بکنی باهاش صحبت کردن، قضاوت رو جهت‌دهی کنی توی فکرش، شروع کنی بگی که آقا مثلا الف و ب، اگر الف پیروز بشه 100 میلیونم به شما میرسه، حالا بگی قضاوت کن. نمیتونه اندیشش رو آزاد بکنه، ذهنش اتوماتیک یه جوری فکر میکنه که این الف پیروز بشود. میخواد فتوا بده، این تو علمای ما بوده، فتوا بده بر پاک بودن آب چاه نسبت به این که یک حیوانی درش افتاده، تو از خونه خودشون شروع میکنه، میگه این چاه رو پر بکنید، چون ذهن من میدونم آزاداندیشی رو از من میگیره، من میخوام فقط فقیه باشم و تفقه من تصمیم بگیره، نه نفس من. شما با فرزندت میرید توی یه فروشگاه، یه خریدی داشته باشید، پای پیرهن براش بخرید. این مثال چند بارم گفتم جاهای مختلف، فکر میکنم خیلی با ادبیات روز ما همخوانی داشته باشه. پسرت اول نگاه میکنه یا حالا دخترت یه پیرنی رو میپسنده، با من همینو میخوام. شما خبره کاری دست میزنی میبینی خیلی جنسش بده، نگاه میکنی عجب دوخت بی خودی هم داره، بابا جان این چیه انتخاب کردی اصلا، پاشو بیا بریم یه چیز عالی خوب برات بخرم. صاحب مغازه میاد جلو، میبینه این واسه یه سال فروش نرفته، روی رگال مونده و آخ چون یه نفر اینو پسندید الان از شهرش راحت میشیم، تبدیل به پولش میکنیم. میاد فوری به شما میگه، به فرزند شما میگه ماشاءالله چقدر خوش سلیقه‌ای، آفرین چقدر خوب. بعد زودم برمیگرده به شما میگه آقا چرا نمیذارید بچه‌هامون مستقلاً تصمیم بگیرن؟ به به استقلال چه مفهوم قشنگی. چرا نمیذارید آزاد باشن؟ آزادی، حریت چه مفاهیم زیبایی. چرا نمیذارید آزاد باشن تو تصمیم گرفتن؟ ماشاءالله بزرگ شدن، میفهمن. هممون میفهمیم داره چی میگه، هممون میفهمیم که این حرف استقلال، آزادی، بزرگ شده، ولی این حرف مذاق اون بچه چقدر خوش میاد. شاید هم تو دلش بگه کاش بابای من این بود، یه ذره اندازه این متوجه بود. متوجه نمیشه، واقعا نمیفهمی بابای من که آزادی چقدر خوبه، استقلال چقدر خوبه، حریت چقدر خوبه. بابا میفهمه ولی نمیفهمی تو که آزادی رو داره چی ترجمه میکنه برات، داره به هم میریزتت، داره با یک مفاهیم ساده خیلی چیزی که فطرت انسان میپذیره تو غیر جایگاه خودش مطرح میکنه، میخواد ساده از سادگی تو استفاده کنه، تعریف کنه، اصلا ببره پولو جنسشو قالب کنه و کارو تموم کنه بره. این مثال فکر میکنم مصداق خوبی برای ما داشته باشه. بدانیم اون کسی که برای من دلسوزه بابای منه، اون کسیه که اگه خار به پای من رفته انگار به چشم اون رفته. من این مغازه‌دار رو اصلا نمیشناسمش، تا حالا 10 نفر دیگرم کلاه گذاشته سرش، رفقامون هم که رفتن دیدن آقا این شیطان بزرگ، هر کی رفته مسلمون و غیر مسلمون به این پا گذاشته تو کشورشون، بیچارهشون کرده. حالا من امیدم به این باشه، آزادی رو این برای من تعریف کنه. میخواد بی حیایی و میخواد خدایی نکرده دریدگی رو بیاد بین جامعه ما، بالاخص بین زنان ما، بخواد یه همچین چیزی رو شایع کنه. میگه آزاد باش در پوشش. ببین چقدر کلمه رو میشه قشنگ درستش کرد. میخواد استقلال اسمشو میاره، میگه کردستان مستقل، نمیدونم چی مستقل اسمشو میذاره، میخواد کشور رو تیکه تیکه کنه، تجزیه کنه، برای اینکه لقمه لقمش کنی خوردنش ساده تر میشه. بزرگ باشه تو جلود گیر میکنه، خودت هم میفهمی، بدبخت میدونی باید تیکه تیکش کنی تا تسلط پیدا بکنی. منتها اسمشو میذاره استقلال. بس من به شما بگم آقا سرت رو از بدنت مستقل کنم، چقدر شما با استقلال مخالف، خب با بکشتش طرف رو. حواسمون باشه این گیرا رو نیفتیم، حواسمون باشه با این کلمات زیبا گرفتار اینا نشیم. حریت و آزادی، حریت از هوای نفسه. یعنی میشود
از مفاهیم خیلی خیلی بلند و انسانساز و تعالی بخشی که برگرفته از اسلام و قرآن و فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین هست استفاده نابجا کرد و نتیجه کاملا معکوس گرفت. این خیلی حواس جمع می‌خواد. خیلی حواس جمع می‌خواد. حالا راجبش بازم بیشتر باید صحبت بکنیم و تبیین بکنیم و بعد از فاصله که میگیریم اگر اجازه بدین. ببخشید خدا. بفرمایید. خواهش می‌کنم. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این آخرین 10 دقیقه‌ای هستش که ما داریم با آقای سعیدی آریا زحمت میدیم و البته در این حال کاملا داریم بهره‌مند میشیم و استفاده میکنیم از فرمایشات کاربردیشون. داشتم عرض میکردم که اتفاقا این روش دقیقا همون روشیه که از این طریق در واقع دشمنای خدا و انسانیت و مفاهیم تعالی بخش و اسلام و قرآن و اهل بیت دارن استفاده میکنن. همین الان ابزارشون هم خیلی همون که فرمودید جای حق و باطل، جای شهید و جلاد و قشنگ عوض کنن، یعنی به بی ارزشی ها ارزش میدن، معروف رو جای منکر، منکر رو جای معروف و جابجا میکنن. اون چیزی که ما داریم تو عصر غیبت و امام در واقع تا قبل ظهور امام زمان خیلی اتفاق میفته و پناه بر خدا تو این شرایط که میگم از اون مفاهیم تعالی بخش هم استفاده میکنن، طرف هم خیلی راحت پولش میزنن. بعد چیکار باید کرد حالا این وسط؟ این طرف یه سری افراد سادگی میکنن، اگه اسمشو خیانت نذاریم، سادگی میکنن و میپذیرن، یعنی افراد دیندار میپذیرن. بله دیگه، ساده لوحه. شما شاید خائنینی رو دیده باشید یا ساده لوحانی رو دیده باشید تو طول تاریخ. تو زمان ناهضات و همین الانش هم هست. یه استدلالایی براشون واقعا استدلال میشه و که باید پذیرفت حرف شیطان بزرگ رو. او بالاخره کت خداست. حالا تو فرهنگم همینا، یعنی میاد استدلال میکنه. نگاه ببینید شیطنت چقدر زیاده. میگه نگاه کن وقتی من مریض میشم میرم پیش اون دکتر غربی، میریم چشممو میرم اونجا عمل میکنم، میرم اینجا، خب باید همه چیزامون هم از همون بگیریم دیگه، متخصص اونه دیگه. تو اقتصاد، تو فرهنگ، تو چی، اینا خیلی فرق میکنه. دست من با دست یک کافر از این که رگ داشته باشد و استخون داشته باشد و اینا فرق نمیکنه. اما اقتصاد من مبناش ربا نیست، اقتصاد اون مبناش رباست. من فرهنگم مبناش حیاست، مبناش دستورات دینی، اون فرهنگش یه چیز دیگه است. تعریف من از انسان یه چیز دیگه است. تعریف اون از انسان حیوان هوشمندی است که برای رفع نیازهاش میتونه از عقلش استفاده بکنه. اصلا تعریف من این نیست. یک مفهوم روحانی و روی کرده نسبت به خدا داره. فخر بنده خدا، فخر انسانی که من تعریف میکنم بندگی خداست. اون اصلا حریت رو لاقیدی معنی میکنه. من اینجا میگم من از آن روز که در بند تو هم آزادم، شادکامم که به بند تو اسیر افتادم. اینا یه مفاهیم دیگه است. من مغالطه کنم بگم چون دستم اون درمان میکنه و پزشکی هستش پس باید برم تو مغالطات توی مسائل دیگم، علوم اقتصادی و سیاسی و توی چیزم از اون تقلید میکنم. درمانگر اموز. لذا بعضیا نگاهشون به شیطان، نگاهشون به شیطان بزرگ، حالا امروزشو بگه، نگاهشون نگاه درمانیه. واقعا اون رو اینطوری میبینه. مغالطه، چون نگاهشون به انسان غلطه ها، نگاهشون به چیه؟ همون حیوان است. میگه اون درمانگر است چون تو اونجا این کاری کرده اینجا هم میتونه. بعد اینا مریض میشن، بعد نگاهشون عوض میشه. این یک مورده که واقعا نگاه این هستش و این انحراف هم پیش میاد. این حریت دیگه از ذهنش میاد. این مفهوم رو من حالا تو قسمت دومم عرض بکنم، بهش میگیم غرب زدگی. مفهوم زدگی، علم زدگی، غرب زدگی، دنیا زدگی. این مفهوم زدگی. طرف وقتی نگاه میکنه به قول خودمونی امروزش آب از لب و لوچش میاد، یعنی دیگه نمیتونه کنترل کنه، اصلا محو میشه نسبت به اون طرف. دنیا حالا توی قرآن هم داره ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. حالا آیه رو دوباره باز نگاه بکنیم. آیه قرآن هم هستش که اشاره داره به این مطلب که تقلب الذین کفروا، رفت و آمد این کفار تو رو به همت نریزه. اون جلوه گری اینها یهو نگاه میکنه تو به هم نریز. پس این خاصیت رو داره که آدم رو به هم بریزه، جلوه گری کفار. دیگه حریت اینی که ما میتوانیم و از دست میدی، همش میشه ما نمیتوانیم، برعکسش میشه. حریت یعنی این. شهید تهرانی مقدم رضوان خدا برش یه جمله‌ای داره، میگه اگه این موشکایی که دیگران ساختن و تجهیزات نظامی رو پس ما هم میتونیم بسازیم، ولی اگه دنیا نتونسته بسازه ما میسازیم، به دنیا بگیم میشه ساخت.
این حریت رو ببین، ما اینجوری مفهوم حریت رو داریم، این آزادگی رو داریم، این مفهوم حرکت به جلو رو داریم. امام حسین علیه السلام این فرهنگ رو به ما آموزش داده. امام خمینی رضوان خدا برش اگه تنها هم باشه میگه فرقی نمیکنه، من مبارزم رو ادامه میدم، تنها هم باشم یک تنه جلوت میایستم. این یه وقتی از این جهته. یه آدمایی هم مقهور شدن، اصلا نگاه میکنن باختن خودشو، میگه ما هیچی نمیتونیم بسازیم، نگاهمون ببره، ببین تا حالا چه جوری شده، اصلا پیشرفت ها رو نمیبینن. یعنی به قول قدیمی ها میگن مرغ همسایه غازه، فقط اون ور رو میبینه، این ور جواهرم داشته باشه نمیتونه، به هیچ چیزی نمیتونه اعتماد بکنه. این زده شده. نوعاً کسانی که درس خونده غربن، اینی که میگم نوعاً چون استثناء هم داره، شهید چمران هم داریم رضوان خدا برش میخونه، شهید بهشتی هم داریم زندگی هم میکنه اونور ولی حریتش رو اینور حفظ میکنه، رضوان خدا بر همه اینا تونستن ماهیت و هویت خودشون رو حفظ بکنن، نگیرتشون، جوگیر نشن. وقتی ذهنی از حریت افتاد، وقتی ذهنی کثیف شد از عفت، فقط پاک دامنی نیست، پاکیه، انفسهم عفیفه. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید بعضی نفسشون پاکه، خطبه شیطان روش اثر نمیکنه. ابراهیم است که میخوان تو آتیش بندازنش، وسط راه هم بهش میاد میگه که فلانی حاجتی داره، میگه دارم ولی از تو نه، از خدا. خدا رو خدا دیدن. آره که مشکلات ما از فردی و اجتماعیش اینه که باورمون نشده که خدا خداست و همون است که لا تأخذه سنة ولا نوم، نه چرتش میگیره نه خوابش میگیره، ضعیف نمیشه. خدایی است که ابراهیم رو نجات داد، خدایی است که اگه فرار کردی از گناه و خطا و اشتباه مثل یوسف علیه السلام، اگه فرار کردی در بسته رو رود باز میکنه. سنتش که تغییر نکرده، که ضعیف نشده، که قدرت ها هیچ کدوم هر چقدر قدرتمند باشن در مقابل خدا هیچی نیستن. اگه نگاه توحیدی تو سیاست اومد، اگه نگاه توحیدی تو همه شؤون اومد که هست، باید باشه اینطوری، اگه اومد وقتی کسی مثل حضرت امام میشینه میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، واقعا هم میبینه اینجوری، این رجز خونی نیست. بگیم حضرت امام یه چیزی گفتن رجز، گفتن از مسوقات کذب است و فلان، دیدی فقهی بحث میکنن نه، این آدم باورش اینه. عدم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خدا در نظر اینها بزرگه، عدم بزرگه، ف در نتیجه صغر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا تو چشم اینا کوچیکه. امام واقعا اینجوری میدید. زنده باد اونهایی که تونستن فرهنگ امام رو پیروی بکنن و اشاعه بدن. این فرهنگ خداپرستی، فرهنگ توحید همه چیزش فرق میکنه. اگر رفتیم تو بازی اونها بازی کردیم، تو بازی کفر بازی کردیم، اومدیم گفتیم حالا یه روز مثلا تو پرستش ما رو داشته باشی، یه روزم اومدن به پیغمبرم گفتم، باختیم. لا اعبد ما تعبدون. اصلا ما هیچ چیزی رو که شما بگید نسبت بهش انعطاف نداریم. شیطون اومد پیش حضرت ابراهیم گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ابراهیم گفت نمیگم. گفت بابا دیگه بسم الله که بهتر نداریم، بگو. گفت نه چون تو میگی بگو نمیگم. داغ دل یه بار اطاعتم به دل شیطون گذاشت. به فضل خدا انشاءالله با همین روحیه توحید اسلام و جمهوری اسلامی انشاءالله به بقای خودش، با همون توجه به امام حسین علیه السلام که هیهات من نزل، با توجه به همون مسئله انشاءالله نجات پیدا میکنه و پیروز میشه انشاءالله. داشتم فکر کردم اگه یه دوز خیلی کم از حریت حر رو عمر سعد میداشت، شاید امام حسین شهید نمیشد. پس نبود حریت میتونه چه فجایعی رو رقم بزنه. این خیلی مهمه. خیلی ممنونم. سلام. گفت تاز آزادگی و عشق نشان خواهد بود، نام تو زینت تاریخ جهان خواهد بود. رسم بیداد ستیزی و عدالت طلبی نقش با خون تو بر لوح زمان خواهد بود. الحمدلله رب العالمین. خیلی لذت بردم در کنار شما در این آستان مقدس و پر از نورانیت و معنویت و حرفای قشنگ شما و اجرتون با سید الشهدا. خدا حفظتون کنه. ممنون از اینکه قابل دونستید. زنده باشید. محبت. انشالله هممون به درد خور باشیم، عمرمون انشالله تو مسیر اهل بیت باشه. زنده باشید. محبت دارید. خیلی ممنونم. تشکر فراوان از بابت همراهیتون، همراهی این 15 شبه ماه محرم که دیگه به نیمه رسیدیم.
که از قاب یاد خدا خدمت شما بودیم و در این امامزاده خیلی خیلی با صفا و نورانی و نازنین که انشاءالله شما هم زائر با معرفتشون باشین، امامزاده شاه سید علی عزیز که با 3 واسطه به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام میرسن، انشاءالله خوشنود کرده باشیم با این کارمون حضرت باب الحوائج رو، بلکه نیم نگاهی هم به همه ما بکنن، اهالی یاد خدا مخصوص، انشاءالله همه حاجت روا بشن، انشاءالله ازمون پذیرفته باشین. و یه جمله عرض بکنم و با شما خداحافظی بکنم. امیدوارم در ادامه محرم و سفر هم به بهترین شکل بتونیم عرض ادب بکنیم محضر زوات مقدس حضرت امام حسین به ویژه و همه شما انشاءالله. عرض میکنم که ای خدای حسین، ائمه معصوم همگی ابواب رحمتند و کشتی نجات، ولی ما را از بازترین باب و سریع ترین کشتی نجات محروم مساز.